روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط خبرها. امامعلی رحمان فرمان داد که از 1 مارس معاش و نفقه زیاد شود. مهاجران تاجیک در مسکو اعتراض کردند. یگانه پیروی دین زردشتی در ناحیه شمس الدین شاهین درگذشت. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان مزد کارمندان مؤسسه‌های دولتی، ماموران میلیسا، افسران، دادستان‌ها و دیگر کارمندان مقامات انتظامی را از 20 تا 25% بالا برده است. بر اساس فرمان که روز 6 فوریه امضا شده است، مزد کاری کارمندان ساختارهای انتظامی و افسران نیروهای مسلح تاجیکستان باید از روز 1 مارس امسال بالا برده شود و مزد کاری افسران بر اساس رتبه‌هایشان نه کمتر از 895 سامانی باشد. مزد کاری کارمندان اداره‌های دولتی از جمله طبیبان و معلمان باید از روز 1 ایول 20% افزوده شود. حجم استیپندیای دانشجویان هم 20% بالا می رود و کمترین حق نفقه در تاجیکستان باید نه کمتر از 250 سامانی باشد. حکومت گفته است که بالا بردن حجم مزد کاری کارمندان اداره‌های دولتی و مقامات انتظامی برای بالا بردن نیک و احوالی مردم و حفظ اجتماعی آن است. مزد کاری کم در اداره‌های دولتی تاجیکستان را یکی از عامل‌های اساسی فساد و رشوه‌خواری می‌دانند. عین زمان گفته می‌شود که با وجود افزودن معاش‌ها، گرانی قیمت‌ها تغییر چندانی در زندگی مردم به وجود نمی‌آورد. در ترکیه و سوریه امید برای نجات بازماندگان زمین‌لرزه مدهش روز 6 فوریه کمتر می شود. در نتیجه تکان‌های بیشتر از 7 درجه در 4 روز پیش در 2 کشور بیشتر از 20,000 نفر به هلاکت رسیدند. سرمای سخت کارهای جستجو و نجات بازماندگان از زیر هزاران بنای ویرانه را کند و مشکل کرده است. 72 ساعت اولی پس از فلاکت همیشه برای نجات افراد زنده مانده در زیر خرابه‌ها فوق‌العاده مهم است. فخرالدین کوچه وزیر تندرستی ترکیه گفت که تعداد قربانیان زمین‌لرزه در کشورش تقریباً به 17,500 نفر رسیده است. به اطلاع حکومت و مؤسسه‌های امدادی در سوریه بیشتر از 3,300 نفر کشته شدند. و آدینه شاه قربانوف از کمترین پیروی آیین قدیمی زردشتی در تاجیکستان در سن 92 سالگی در ناحیه شمس الدین شاهین شوراباد پیشین درگذشت. ساکنان دهه از او با نام آدینه شاهی یاد می‌کردند و در میان مردم بیشتر همچون اوستای سازهای موسیقی شناخته می‌شد. آدینه شاهی 7 سال پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که نسل به نسل آیین زردشتی را حفظ کرده است. زردشتی یک آیین قدیمی قبل از اسلام است که اکثر تاجیکان در گذشته از آن پیروی می‌کردند. در عصرهای 8-9 تاجیکان اسلام را پذیرفتند و مثل آدینه شاه افراد پایبند به آیین قدیمی تنها در بعضی از گوشه‌های افغانستان، ایران و هندوستان باقی ماندند. آدینه شاه در تاجیکستان از کمترین نفری بود که خود را آشکارا پیروی این آیین قدیمی می‌دانست. نیروهای روسیه بامداد 10 فوریه به زیربنیادهای حیاتی شهر خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، ضربه زده و هم زیربنیادهای انرژی شهر زاپاروژیه را هدف گرفتند. آناتولی کوریتیف رئیس شورای شهر زاپاروژیه گفت به شهر مذکور در 1 ساعت 17 مراتب ضربه زدند که به قول او یکی از هجوم‌های سخت‌ترین پس از حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 به کشور است. در شهر خارکوف مقامات در تلاش معلوم کردن مقیاس ویرانی‌ها و تلفات احتمالی در بین مردم بودند. ده‌ها مهاجر تاجیک در ناحیه لیوابرژنی شهر مسکو برای پرداخت نشدن معاش 3 ماهه‌شان اعتراض کردند. مهاجران تاجیک میگویند با شرکت محلی کراکس در ساختمان کار میکنند ولی 3 ماه شد معاش نگرفتند. شب 9 فوریه ده‌ها مهاجر نزد اداره این شرکت جمع شدند. یکی از آنها با ارسال ویدیو بر رادیو آزادی گفت این همی آدم ها همه اویل کجده دارن. 3 ماه شد به اویل کار کردن، میتین کردن که اویل که بتن خوب نتن همه را چپه میکنن.
رهبر شرکت با آنها گفته است که انتقال پول از جانب فرمایشگر ساختمان تأخیر شده است و آن را به زودی می‌پردازند. مهاجران گفتند که در شرکت کراکس 2,500 مهاجر و از کشورهای آسیای مرکزی کار می‌کنند که اکثرشان تاجیکان هستند. برق تاجیک دیگر شرکت هلدینگی نیست. حکومت تاجیکستان آن را جمعیت سهامی کشاده نامید. برای اداره و نظارت شورای ناظران را در هیئت 7 نفر تأسیس داد. قرار را در این باره پرزیدنت امامعلی رحمان که همزمان رئیس حکومت است در نیمه دوم ماه ژانویه امسال امضا کرده است. مؤسس و صاحب 100% سهمیه‌های برق تاجیک حکومت تاجیکستان میموند. برق تاجیک در شکل شرکت سهامی دولتی هلدینگی سال 1992 تأسیس یافت. سال 2001 به شرکت سهامی کشاده هلدینگی تبدیل شد. این شرکت 10 سالها از تولید تا انتقال و تقسیم و فروش نیروی برق را در کشور پرره به اختیار داشت، اما نارسایی نیروی برق را هیچ وقت برطرف کرده نتوانست. خبری آخر: بانک ملی تاجیکستان برای روز 10 فوریه قرب 1000 روبل روسی را 142 سامانی، 1 دلار را 10 سامانی و 38 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 18 درم مقرر کرده است. چون معمول قرب اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. خبرهای از این بیشتر در برنامه اخباری آزادی ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه تقدیم می‌شود. خدا نگهدار.